سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدیم به دومین ویدیو از چنل کیان آرک یا همون چنل خودتون. امروز داخل این ویدیو اومدم موتورمو بهتون معرفی کنم که چیه، چجوریاست و حجمش چیه، چیکار کردم روش و همه چی رو قراره بهتون داخل این ویدیو توضیح بدم. حالا بگو چی هست که بشناسین موتورمو چی هست. بریم که با هم دیگه موتورمو بهتون نشون بدم. خب بچه ها، همینجور که بهتون موتور رو نشون دادم، حالا بریم برای توضیحات این موتور. خب بچه ها، مارک این موتور ایران دوچرخ ارشیا هست. همینجور که میبینید مدلش 97 و بچه ها حجم موتوری هم بخوام بهتون توضیح بدم، بچه ها این موتور 125 بوده. من خودم این ترسلند پایینی شو که 125 بوده و کردمش 150 سی سی. این بچه الان 150 این پایینیش، بالایش 125. بعد کاربراتورش هم 125 بوده. بذارین کاربراتورش از این ور بهتون نشون بدم. کاربراتورش هم بچه ها 125 بوده، من کردمش 150. واسه از این ور اگه ببینید نگاه کنید 149 بچه نکنی، یعنی همون 150 سی سی. فقط بچه همین ترسیلندش ها. بعد بخوام از صفحه کلاچش بگم که این توه. صفحه کلاچش که بخوام بهتون بگم این توه. صفحه کلاچش 6 پیچ بچه ها، صفحه کلاچ 200 روشه. بعد همین دیگه. و اگر بخوام بهتون بچه درباره اگزوزش و اینا بهتون بگم، بچه اگزوزش S400 شوکری هسته. S400 شوکری هست. اینم از دهنش. و تقویت دیگه که روش انجام دادم بچه چرخ دنده هاش هستن، خورشیدی های عقب و جلو کلیکیش این توه. جلویش بچه 17 تاییه، عقبیش هم 34 تایی که داخل که برای جاده خوبه که توی سراشیبی راحت، مثلا جاده سرپایینی باشه راحت موتور میره. و بچه ظاهریش هم بخوام بهتون توضیح بدم، این باک همون باک خودشه، اینجاش 2 تا ضربه خورده رفته پایین دیگه. به شما عرض کنم که این کیلومترشه هم که همون فابریکی خودشه. و میرسیم این جلوش یه دونه LED گذاشتم، راهنمایی ورش نیست، افتاده، فقط یه راهنما داره. و همینجور چیزای دیگه که میبینید، گوشواره‌ای و اینا، همین کلن بچه ها همینه. موتور من کلن همینه، خواستم بهتون نشونش بدم که ببینیدش. حالا بچه ها بریم تست صداش هم براتون بگیرم. بیام اینور. راستی یه چیزی یادم رفت بهتون بگم، موتوریشو تازه تعمیر کردم، یعنی موتوریش کلن تازه تعمیر شده. صداش که خاموش میشه بچه. بچه ها اینم از تست صداش. این بود بچه ها کلن از موتور من. بچه اگر میخواهید ادامه ویدیو و به این سبک ویدیو علاقه دارید و بچه داخل این چنل قرار کلی ویدیوهای خفن بگیریم، این چنل بگیریم. اگر دوست دارین چنل رو سابسکرایب کنید و زنگولش هم فعال کنید. و اینکه قراره بچه این موتور رو با هم دیگه درستش کنیم و خفن‌ترش کنیم و بهتون نشون میدم. حالا هر وقت خواستم این کار رو انجام بدم بهتون نشون میدم که قراره چقدر خفن درستش کنیم. خب بچه ها، این بود از این ویدیو. اگه دوست داشتین حتما لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگولش هم فعال کنید.
تا یه ویدیوی دیگه با کیان آرکی. فعلا خدا حافظ.